اینجا شهر نیکولایف است. خانه های ساکنان آسایشته به کام آتش رفت. نوار روز 7 مارس در جنوب اوکراین ثبت شده است. خانه ها در نتیجه حمله های روسیه به این حال افتادند. یک روز پیش از این خبرنگاران آزادی از خانه های ویران شده ساکنان کراماتورسک دیدن کردند. این شهر 150,000 ساکن دارد و در شرق اوکراین جایگیر است. ما با چشمان خود 4 جسد را دیدیم. 2 نفر جوانانی از 18 تا 20 ساله بودند، یک کودکی تا 10 ساله و یک زن. همه آنها کشته شدند. زن زنده بود و با امید نجات او را با ماشین بردند. پرسیدن میخواهید که چی طور آنها ما را میکشند یا چرا ما نمیتوانیم با کودکان از اینجا بیرون رویم؟ آنها کودکان را میکشند. آنها همه را کشته ایستادند. آنها پروای کسی ندارند. این نوار از روز 5 مارس است. اینجا شهر زاپاروژیه در اوکراین است. ساکنان برای حمله نظامیان روس آمادگی میگیرند. مردم در خلطه ها ریگ پر میکنند. در دوام 5 روز اینجا 3500 نفر جمع آمدند. آنها برای کمک آمدند. آنها از هر گوشه شهر پیاده آمدند. چنین آمادگی ها در شهر ادسا هم دیده می شود. اختیاریان میگویند که خلطه های ریگ برای انشاءات نظامی و بیمارخانه ها فرستاده می شوند.